سلام بچه‌ها، دارکنس هستم. خب میدونم که میدونید ویدیو شلوار بریزیلی قرمز رو که گرفتمش الانم داریم میبینینش نذاشتم چون گوشیم بنا به دلایلی ریست شد، فیلمش حذف شد. بعد من دوباره گوشی رو اندازی کردم، ریکوردر رو بردم، بازی رو نصب کردم و اینا. این شد که امروز یه ویدیو آپلود کنیم. یه ست واقعا چرت اومده داخل بازی، از نظر من واقعا چرته و ارزش نداره حتی واسهش 9 تا جم بزنیم. حالا بریم این ست رو نگاه کنیم و بگیریمش، چون یک کالبکه، وگرنه داخل اون اکم زدم 9 تا جم ها، ولی خب بهم نداد. ولی میگم ارزش 9 تا جم زدنم نداره، اینقدر ستش چرته. این سایت از 9 سپتامبر تا 15 سپتامبر داخل بازی هستش و از اونجایی که هکر استوره باید برای فول اسپین کردنش حداقل 2 تا جم زد. خب الان بهتون نشون میدم که چرا میگم 9 تا جم هم واسهش نزنید. من اکم همون اکی که با 500 تا جم تونست شلوار بریزیلی مردونه و شلوار بریزیلی زنونه قرمز رو که جدیدن اومده داخل بازی رو بگیره. الان بریم ببینیم که این هکر استور تا اسپین آخری جایزه اولیشو بهمون نمیده. خدایش ست یه جوریه کثیفه، اصلا نمیشه باش بازی کرد. یه جوریه سته، اصلا نمیشه با چیزی ستش کرد. خودش هم که کامل بزنی اصلا یه جوریه. حتما داخل کامنت ها بهم بگین که ست خوشگله یا چرته. این هم اسپین آخر و تموم. اصلا هر جور که فکر میکنم سته بهش نمیاد، اصلا ست کاملش به خودش نمیاد. یعنی چی آخه؟ مگه میشه؟ شلوارشو ببینید، لباسشو ببینید، باز از عینک و کلاه و کفشش میشه استفاده کرده، ولی از لباس و شلوارش من یکی که نمیتونم استفاده کنم. شاید شما بتونید، نمیدونم. حالا بعدم بهم بگید که شما میتونید یه ست خوب با شلوار و لباسش بزنید یا نه. من که داخل این اک ستی ندارم. حالا یه ست میزنیم و میریم یه چند دست باش پلی میدیم. دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید که به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتم اولین نفری باشید که ازش با خبر میشید. و تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.